الو سلام علیکم، شب بخیر. و علیکم السلام. خدمت شما و شبکه خوبتون که واقعا این شبکه ها دارن اطلاع رسانی میکنن، واقعا ملت مسلمان حالا دارن آگاه شدن. خواستم نقطه خدمتون عرض کنم که حضرت عمر اونطوری که شما میفرمایین اونطوری هم نبوده. الان جامعه متمدن امروزی داره از خیلی کارهای عمر داره پیروی میکنه. مثلا در جنگ جهانی دوم ما خوندیم که میگن که چرچیل انگلیس دستور داده که سربازا با هم به خاطری که بتونن رفع نیازهای شهوانیشون کنن با هم دیگر ازدواج کنن. این حضرت عمر میگن که اذا طال علیک سفر و نکهو بذکر، و موقعی که گفت اگر کسی با من ازدواج کنه و من با کسی ازدواج کنم، من این فعل از جاهلیت برای من مونده. و کسی هم که به این کار حضرت عمر رسول اکرم ایرادی نگرفت، مثل این که این مورد تایید بود. حالا کارنر عبدالملک مروان این کلمه رو بدجور تعبیر کرده، حضرت عمر رو معبون خونده، ولی خوب از این از تواضع حضرت عمر بوده که میخواسته متواضع باشه که جامعه اسلامی نیازهای خودش دست پر برطرف کنه. چون به این خاطر هم متعه حضرت عمر منع کرد، گفت دیگه حق ندارین متعه انجام بدین، چون که زنها حامله میشدن و بچهای بی پدر تحویل جامعه ندن. و این امر عمر هم که در جنگ جهانی دوم سیاستمدارای بزرگ دنیا رو این سعی گذاشتن و این میخواستن حتی در انگلستان به تصویب برسونن. حالا این شما دارین به طور دیگر تعبیر میکنین، این یکی از سیاستای بارز حضرت عمره. بله. و از اون حدیث قرطاس هم که شما میفرمایین، حدیث قرطاس موقعی که ما میخونیم تو کتابمون که هیچ آیه‌ای بدون اجازه حضرت عمر بر رسول گرامی نازل نشد و خداوند از خود حضرت عمر کسب دستور میکرده و تمام آیات را با اجازه حضرت عمر نازل میکرده. و اینجا که حضرت رسول گرامی اینو جدی میگی آقای فاروق؟ رسول گرامی حضرت عمر در جیش سپاهه در جیش نه این که میگی هیچ آیه‌ای بدون اذن خلیفه دوم نبوده. حضرت عمرم پی بود که شاید مریضی بر حضرت رسول مستولی شده و حضرت رسول را به آقای فاروق کرده و به همین خاطرم سرباز زکوفی هر نفسی هست به حضرت رسول وارد شده و به همین خاطرم موقعی که گفت قلم و کاغذ بره گفت اجر رسول الله ان رجل و یهجر، داره ازیان میگه. خب الان اشتید که مثلا آقای فاروقی جناب فاروقی، بله میشه من یک سوالی از محضر حضرت علی داشته باشم؟ بفرمایید. شما که میفرمایید خدای عالم بدون اجازه عمر آیه‌ای به پیغمبر نازل نمی‌کرد، بله. خب بس بهتر بود که خود عمر پیغمبر باشه نه حضرت رسول اکرم. خب اگر اینقدر جایگاهش بالا بوده یعنی از پیغمبر بالاتر بوده و خب بهتر بود که پیغمبر بری کنار خود حضرت عمر بیاد. چرا اینقدر دیر ایمان آورد آقا؟ بله. حضرت جبرئیل عجله کرده بود، جلوتر رفته بود به حضرت رسول به نبوت برگزیده بود، بعدم حضرت عمر از تواضع خیلی متشکرم. آیات اولیه‌ای که نازل شد خب اون موقع که اهل ایمان نبودن خلیفه دوم، پیغمبر از کی اجازه میگرفت؟ من فکر کنم اینا رو بیشتر شوخی خواستن بکنن. نمیدونم. نه تاریخ دچار اشتباه شده. من نمیدونم واقعا شما شوخی کردی. من فکر کنم این مباحث دیگه مبنای علمی نداشته باشه و گویا حضرت علی شوخی با میکنه. علما و اندیشمندان همون تایبار تشریف ببرید آقای فاروقی. ما تو کتابامون نوشتن که آیات با اجازه حضرت عمر نازل میشده. شما به این شک دارین مگه؟ من فکر کنم این اصلا حرف خوبی نباشه شما بزنید. بله. حتی اگرم باشه در کتب شما این بسیار حرف بدی است. حالا اگه شما اگه میخواید اگه دوست دارید پس ما روی این مباحث شما یه سوژه‌ای مطرح بکنیم و بیایم نقد بکنیم، ولی فکر کنم علمای شما این حرفا رو خیلی قبول نداشته باشن. البته فرمایش جناب آقای فاروقی به جوک قرن 21 بیشتر شدید. اهل سنن روی مسئله تدبر نکردن و این نه روش هیچ فکر اندیشه